پرسش این هستش که اثبات کنید که عدد رادیکال 2 عددی گنگ است. ما برای اثبات این از برهان خلف حل میکنیم. برهان خلف یعنی این که چیزی که داری نقیضش رو در نظر بگیر و به یک تناقض برس. وقتی نقیضش به یک تناقض برسه یعنی خود این چیزی که حل کردیم درسته. وقتی میگه عدد رادیکال 2 عددی گنگ هستش رو ثابت کن، پس ما از برهان خلف میگیم که رادیکال 2 رو اثبات میکنیم که جزو اعداد گویا باشد. برای اثبات این اول باید تعریف اعداد گویا رو بدونیم. اعداد گویا به چه صورت هستن؟ اعداد گویا رو میتونیم به صورت m n بنویسیم به طوری که m و n جزو اعداد صحیح باشن و m و n نسبت به هم اول و n مخالف صفر باشد. پس باید یک چنین تعریفی رو برای رادیکال 2 بتونیم پیدا کنیم. رادیکال 2 رو پس به صورت یک m n می نویسیم. برای راحتی کار طرفین رو به توان 2 میرسونیم. رادیکال از بین میره و اینها هر کدوم یک توان 2 میگیرن. طرفین وسطین میکنیم. الان میبینیم که 2 در n2 ضرب شده. 2 در هر چیزی که ضرب بشه عددی رو به ما میده که زوجه. پس در اینجا m2 زوج است. m2 اگر زوج باشد پس m زوج است. این یک قضیه هستش خودش که بعدها این قضیه رو اثبات میکنیم. m2 زوج است پس m زوج است. یک مثال عددی بزنم. اگر عدد 3 که عدد فردیه رو در نظر بگیریم به توان 2 میشه 9، باز هم فرده. اما عددی مثل 6 که زوج هست به توان 2 عددی زوج میشه. پس عدد زوج بوده که به توان 2 رسیده و زوج شده. اگر m زوج باشد m میشه به صورت دوکانه بشه. ما اینجا m2 رو نیاز داریم. m2 میشه 4k2. جای m2 4k2 رو جایگذاری میکنیم. 2n2 مساوی با 4k2. از طرفین یه 2 کم میکنیم میشه n2 مساوی با 2k2. 2k2 مساوی با n2. 2 در یه چیزی ضرب شده پس این n2 حاصلش هست. n2 زوج است. از n2 زوج بودن میفهمیم که n زوج بوده. طبق این رابطه یک مثال زدیم دیگه. الان هم m زوجه هم n زوجه. به یک تناقض رسیدیم. تناقض چی؟ اینک به تناقض رسیدیم. تناقض m و n نسبت به هم m و n طوری باشن که m و n نسبت به هم اول باشن. اگه هر دو زوج باشن این حالت نسبت به هم اول بودن اتفاق نمیفته. پس به تناقض رسیدیم و اثبات کردیم که رادیکال 2 عددی گنگ است.